ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله و اصحابه اجمعین. محضر همه هموطنان عزیز ما چه در داخل افغانستان یا در بیرون و سایر اهل ایمان در روی این کره خاکی که این برنامه را دنبال می کنند، و همه شما گرامیان السلام علیکم و رحمت الله و برکاته تقدیم می کنم. خوشحالم که در برنامه دیگر از سلسله برنامه های آرامش در خدمت شما گرامیان قرار گرفتم. همان گونه که مستحضر هستید در هر یک از این برنامه ها ما دعای و ذکر و ورد از دعاها و اذکار و اوراد مأثور از نبی علیه السلام و مناسبت صبح و شام بررسی می کنیم. مفاهیم ایمانی و تربیتی از این دعاها و اذکار جستجو می کنیم و در تلاشیم که از این طریق هم که شده به قلب‌های ناآرام خود در این عصر که عصر فتنه ها و تشویش ها و اضطراب هاست آرامش ایجاد کرده باشیم. بدون شک آرامش واقعی در پناه ذکر و یاد خداوند میسر هست، همان گونه که الله و جا فرموده که الا بذکر الله تطمئن القلوب. و در میان اذکار و خصوص اذکار و دعاها و اوراد که از بهترین پیامبران ما مأثور هست و همه سنت هست و بدور از هر گونه بدعت و خرافه هست، بیشترین خیر و برکت در این اذکار نهفته. از پیامبر عزیز ما گنجینه های عظیم از دعا و ذکر و مناجات به جا مانده. یک بخش خیلی ارزشمند او مربوط میشه به مناسبت صبح و شام. شکی نیست که تحول که در صبح و شام در هستی رخ میده، یکی چگونه شب تار ما کم کم و صبح روشن مبدل میشه و این روز تابان جایش را به تاریکی شب میده. این صحنه اندک نیست و بندگان مقرب خدا نمیتوانند از کنار این صحنه عادی بگذرند، بلکه کسانی که دارای بیداری قلب هستند و عظمت خداوند در قلب آنها سایه افکنده، با دیدن این منظره قدرت الهی دلهاشان نرم میشه و ترس از خداوند در وجودشان مستولی میشه و بی اختیار به یاد الله میافتند و زبانشان زمزمه ذکر و یاد الله آغاز میکنه. و اذکار صبح و شام از پیامبر ما علیه السلام از همین در حقیقت آدرس هست. دلشان در این وقت از معرفت خداوند در حقیقت به غلیان می آمد و زبانشان این احساسات قلبی و درونی و این معرفت موجود در قلب تعبیر می کرد و از این رو اینا خیلی موافق هست با فطرت هستی و با عقل و با روح و با سرشت انسانی. دعایی که و ذکر که در این برنامه مورد بحث داریم در سنن ابو داود شریف آمده و عبارت آن چنینه که در صبح یا در شام با تغییر کلمات صبح و شام بقیه دعا یکسان میخوانیم: اصبحنا و اصبح الملک لله رب العالمین. یا اگر شام است میگیم امسینا و امس الملک لله رب العالمین. اللهم انی اسألک خیر هذا اليوم. و اگر شام هست میگیم اسألک
خیر هذه اللیله فتحه و نصره و نوره و برکته و هداه و اعوذ بک من شر ما فیه و شر ما بعده. اگر چنانچه صبح است همه ضمیرهای هو در فتحه و نصره به این شکل، و اگر شام باشه باز چون کلمه مساء مؤنثه هو جایش را به ها به عربی میده. کسی که با صرف و نحو در عربی آشنایه راز ای تغییر میدانه. پس فتحها و نصرها و نورها و برکتها و هداها بر زبان جاری میکنه. این عبارت دعا بود که خواندیم. خیلی طولانی نیست اما خیلی پرمحتواست و خوب است که کمی بر روی معانی این دعای زیبا و ذکر دلنشین تمرکز بکنیم. اولین نکته این هست که می‌فرمودند اصبحنا و اصبح الملک لله رب العالمین. بله، ما به فضل و مرحمت الهی صبح کردیم، وارد یک روز نو شدیم. الحمدلله که ما هنوز در قید حیاتیم و فرصت زندگی از ما گرفته نشد و یک روز نو برای ما تمدید شد. چقدر مسلمان باید به صبح که آغاز میکنه و روز که در میابه و هنوز زنده باید خوشحال و سپاسگزار باشه و اهمیت ایر از آنان که از دست دادن باید پرسید. اگر مردگان زبان می داشتند چقدر غبطه می خوردن و ما را نصیحت می کردن که این صبح‌هایی که از دست دادیم و شام‌هایی که بر ما با غفلت سپری شد چقدر ضرر کردیم. شما ای زندگان هنوز که بار بار این فرصت‌های طلایی بر شما تمدید میشه و از شما گرفته نشده قدر اینها رو بدانید. و نبی علیه السلام قدردان این فرصت‌های طلایی بودند. فرصت صبح، فرصت شام، آنگونه که در قرآن کریم هم تأکید شده و در زندگی انبیاء الهی هم دیده میشه. بهترین فرصت برای ذکر و یاد و شکرگزاری پروردگار عالم هست. فرصت تزکیه نفس، فرصت خودتکانی هست. بهترین وقت هست که یاد الله بر دل می نشینه و خیر و برکت در آن موج میزنه. اصبحنا، ما الحمدلله که وارد یک روز نو شدیم و صبح بر ما آمد و هنوز زنده ایم. و اصبح الملک، و الحمدلله که همه هستی و همه جهان هم این روز را دریافت و هنوز بر عمر ما هم پایان نیامده و بر عمر جهان هم هنوز قیامت پدیدار نشده. ما ایمان داریم که عمر ما هم پایان داره و عمر این ملک و هستی هم پایان داره و در عقب آن قیامت به پا میشه. ولی خدا را شکر که هنوز قیامت برپا نشده و روزها پی همدیگر تمدید میشه و ما هم هنوز در قید حیاتیم و فرصت عمل از ما گرفته نشده. اصبحنا و اصبح الملک. ولی باور یک مسلمان تفاوت او از بقیه در اینه که میگوید لله. اگر ما روز نو آغاز کردیم و اگر این همه ملک هستی وارد یک مرحله جدید از زمان شده، انها نیست مگر همه با لطف الله و به اراده و قدرت و خلق و مشیت الله هست. الله که رب العالمین، او که پروردگار تمام جهانیان هست، اوست که همه چیز را خلق کرده و شریک نداره و هم اوست که همه جهان را اداره میکنه و امور همه ملک و هستی و زندگی ما او میرسه و ما را بالاخره میچرخانه و به ما میرسه. پس همه جهان هستی و از جمله من بنده ضعیف اگر وارد این مرحله نو از زمان شدیم، این نبود و ممکن نیست مگر به اراده الله و لطف الله و خلق الله و خواست و مشیت الله رب العالمین.
و بعد این مقدمه شد برای شکرگزاری. حال اصل دعا و مطلوب مطرح میشه. اللهم، ای بار خدایا، ای معبود بر حق ما، ای کسی که دلهامان شیفته یاد توست و با یاد تو انس حاصل میکنیم و آرامش میابیم. اللهم، ای مأنوس جانها و مشتاق دلها، اینی اسألک خیر هذا اليوم، من مسلمان، من بنده ای تو از تو میطلبم، از تو آرزو میبرم و التجا میکنم خیری که در این روز نهفته است، تا مرا از هر خیری که در این روز مقدر فرموده ای مرا از آن بهره مند بسازی. یا اگر به شام میخوانیم خیر هذه اللیله میگوییم فتحه و نصره و نوره و برکته و هدا. انواع خیر در هر روز و در هر شب از جانب الله نهفته شده و هر روز ما و هر شب ما بستر است برای خیلی از خوبی ها. از جمله اموری که اینجا تصریح شده، یک فتحه و نصره، از جمله خیرهایی که در این روز خداوندا ما از تو می طلبیم و مشتاق آنیم یا در این شبمان از تو آرزو می بریم، اینه که تو فتح آن را نصیب ما سازی و نصرت آن را از آن ما قرار دهی و از نور آن ما را بهره مند سازی و از برکات آن ما را مستفید گردانی و از هدایتمان و ما عنایت بخشی. این 5 مفهوم از محبوبترین مفاهیم نزد مسلمانه: فتح و نصرت و نور و برکت و هدایت. اینها دغدغه خاطر انبیاء الهی در آغاز هر روزشان و در آغاز هر شبشان بود. اینها در روز و در شبشان جستجو می کردند فتح و نصرت را، نور و روشنی را، برکت و فزونی را و هدایت و رشد را. این مطلوب مسلمان در جریان روز و شب. مسلمان واقعی به جایی که به پول بیاندیشه، به مسائل مادی ذهن او تسخیر شده باشه، به این مفاهیم میاندیشه. روز را فرصت برای تحصیل این مفاهیم ارزشمند قرار میده و اراده بیشتر او در جریان روز و شب او به دست آوردن بهره‌های بیشتر از این مفاهیم ارزشمند و بلنده. اینها چه معنی داره که این همه باید ما مشتاق آنها باشیم به تأسیس از انبیاء الهی؟ فتح و نصرت یعنی کامیابی و بالاخره بر حریف پیروز شدن. حالا این کامیابی و این پیروزی چه بر دشمن انسی باشه که بله ما دشمنان بسیار داریم، دشمنان از کفار، دشمنان از منافقین، دشمنان از حتی مسلمان‌های حسود و حقود. ما در معرض دشمنی‌های بسیار قرار داریم و این دشمنی‌ها جهان ما دگرگون ساخته و تاریک و سیاه گردانیده. در جریان در آغاز هر روز و هر شب مسلمان از خداوند ای توفیق و قوت و ای کمک می طلبه که خداوند متعال در برابر همه دشمنا و رو فتح و پیروزی و ظفر نصیب بسازه و صاحب عزت بشه و ذلیل و بالاخره مغلوب آنها قرار نگیره. نوع دیگه از دشمنان که در این مفاهیم اونها هم مد نظرن، دشمنان از نوع جن، دشمنان نامرئی هست، اون شیاطین و همه انگیزه های پنهانه که ما در پی غلبه بر ماست و حتی نفس اماره بالسوء که آمده اعدا عدوه که ما بین نفس جنبیک، سرسخترین دشمن تو آن نفس است که در میان دو پهلو تو قرار داره. به ترتیب ما در آغاز هر روز از خداوند می طلبیم که ما
چه بری دشمنهای انسی اگر کفار متجاوزن، اگر منافقان کینه‌توزن و اگر مسلمانان حقود و حسودن، هم خداوند ما بر آنها نصرت و پیروزی عنایت کنه و هم بر دشمنان نامرئی مثل شیاطین که بدترین دشمنها آنهایند و همواره در کمین ما اند و بسیار بالاخره غلبه کرده اند و از راه برده اند. خداوند ما در برابر حملات و وسوسه های آنها محفوظ بداره و هم از دشمنی های نفس اماره بیسو. بیشک اگر ما در جریان روز و در جریان شب در این مبارزه بی امان، چه با شیاطین انسی یا با شیطان های جنی، از خداوند کمک بشیم و او ما یاری رسانه و بر اینها پیروزی حاصل کنیم، زه سعادت ما. چقدر ما واقعا با عزت زندگی خواهیم کرد، چقدر سربلند، چقدر بالاخره با خیر و برکت. و در قسمت بعدی از خداوند از برکت این روز، از نور آن تعبیر شده، خواسته شده و نورها. خداوند از نور و روشنی امروز یا امشب از تو آرزومند ما را صاحب نور بسازی که در این روز نهفته است. نوری که در روز نهفته میتونه نور ایمان باشه و نور بالاخره علم باشه، نور عقل و آگاهی باشه، نور فهم و ذکاوت و دانایی باشه که همه اینا روشنیه و مقابل اینها تاریکی است. جهل تاریکیه، کفر تاریکیه، غباوت و کودنی و بیعقلی و بیفکری اینا تاریکیه. ما از این تاریکی ها به او انوار بالاخره باید انتقال بکنیم و هر روز باید برای روشنی هامان بیفزاییم، بر علم ما، بر فهم و دانایی ما و بر ایمان ما، بر نورانیت قلب و ضمیر ما. این بزرگترین مطلوب هر مسلمان در هر روز و هر شب اوست و بیشک بهره عظیم این نور که ما به دست میاریم به توفیق الله است. از این رو باید در آغاز روزمان، در آغاز شبمان به الله توکل کنیم، از او بخواهیم و از او بطلبیم تا او ما کمک کنه و از همه انوار این روز مستفید بشیم. باز آمده با برکت او، از برکات امروز یا امشب. برکات، منظور از برکت یعنی فراوانی، خوبی و هر آنچه که برای ما مفیده و نافعه، چه او در امر دین ما باشه، در امر دنیای ما، متعلق به نفس ما، به روح و قلب و عقل و ضمیر ما، مربوط به فرد ما، به خانواده ما، به جمع ما، همه اینها در بر میگیره. از خداوند انهار میطلبیم و بیشک همه اینها در اختیار الله است. اگر با اخلاص به او رو کنیم و با عزم و اراده در پی حصول اینها باشیم، خداوند ما صاحب برکات زیاد خواهد کرد. برکت در زندگی، برکت در رزق، برکت در اولاد، برکت در همه امور. امروز چقدر ما با برکت نیاز داریم. عصر ما عصر اگرچه به ظاهر فراوانی است، اما همه شکایت دارن که این عصر بی برکتی است. شکایت ها از فرزندان، شکایت ها از رزق و روزی، شکایت ها از امور مختلف زندگی، شکایت اندر شکایت، همه جا را شکایت ها پر کرده و گوش ها بیشتر همین شکایت ها شنیده میشه. چرا؟ به خاطر اینکه معاذ الله از خدا دور شده ایم و منبع و سرچشمه خیر و برکات فراموش کرده ایم که الله است. باید از او طلبید با یک دنیا جدیت و عزم و اخلاص. و آخرین مفهومی که اینجا خواسته شده و هداها، خداوندا از هدایت امشب یا امروز از تو خواهانم. بله، هدایت و رشد و بالندگی و او در ایمان و در تقوا و در عمل صالح
و در توفیق به امور خیر معنی میشه. بنابراین این بیشترین و بزرگترین دغدغه پیامبر عزیز ما، ایشان که رحمت للعالمین شدن، به خاطر اینکه بیشترین بهره ها از این فتح و نصرت و از این نور و برکت و هدایت بردن و نبردن مگر با بالاخره التجاء به خداوند و با تکیه بر ذات باری تعالی و با ما هم آموختن و این کانال خیر بر ما نشان دادن. این سرچشمه همه فتح و نصرت، نور و برکت و خیر و هدایت. و در اخیر با یک استعاذه اختتام بخشیدن و فرمودن و اعوذ بک من شر ما فیه و شر ما بعده. خداوندا از هر شر که در این روز نهفته است یا در این شب پیشرو وجود دارد، خداوندا از همه آن شر و بدیها با تو پناه می آوریم. تو ما را در پناه خودت قرار بده و ما را از گزند همه آفات و بلیت ها و ضرر و زیان ها محفوظ بدار. این دعای دیگری بود در سنن ابو داود شریف از نبی علیه السلام که هم در صبح و هم در شام خوانده میشه. اگر هر روز صبح و هر روز شام با استحضار نیت، با عزم و با درک اینا رو زمزمه بکنیم، چقدر او روز بالاخره احساسات ما متفاوت خواهد بود. اولویت های روزمان را و شبمان را در ذهن خود تجدید کرده ایم، همچنانی که از الله کمک خواسته ایم و بیشک که در آن صورت است که از این مواهب عظیم بهره های بزرگ الله متعال نصیب ما خواهد کرد. عبارت دعایینه: اصبحنا و اصبح الملك لله رب العالمین اللهم انی اسألك خیر هذا اليوم فتحه و نصره و نوره و برکته و هداه و اعوذ بک من شر ما فیه و شر ما بعده. و اگر شام است با دو تا تفاوته که امسینا و امسل الملک به جای اصبحنا و اصبح الملک، و دوم به جای هو در فتحه و نصره و نوره و برکته و هداه، فتحها و نصرها و نورها و برکتها و هداها همین مقدار تغییر در عبارت می آید. امیدواریم الله متعال ما را با یاد خود پیوند بده، دلهای ما جاری بسازه، دلهای ما را از یاد خود مملو بسازه و زبانهای ما همواره بر یاد خود تر و تازه بگردانه و همچنان توفیق بر اقتدا بر سنت و سایر سنت ها را نصیب ما بسازه و ما را از برکات عظیم آن مستفید بگردانه. تا برنامه دیگر همه شما را به الله پاک می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.